یا واتساپ زکا خوش اومدید به این شورت ویدیو دیگه. تو این شورت ویدیو اومدیم با 4 تا از نوب‌ترین بازیکن‌هایی که توی 2023 بودن بریم که داشته باشیم. نفر اول آقای لوکاکو که توی فینال چمپیونز لیگ اثبات کرد که نوب‌ترین بازیکن میتونه باشه و توی لیست نوب‌ترین بازیکن‌ها اومد. نفر بعدی کسی نیست جز آقای اوپامگوایر یا همون اوپامکانو که خیلی افتضاح بود جلوی منچستر سیتی. نفر بعدی سلطان و بهترین نوب‌ترین بازیکن منچستر یونایتد یعنی همین آقای مگوایر که در رده است دیگه، توی رده اول میتونه جا بگیره. آقای مگوایر توی نوب‌ترین بازیکن سال دیگه، اینم توی رسانه‌ها اینا همه اومدن ضربه زدن بهش، بنده خدا دیگه نمیتونه اصلا بازی کنه. و نفر بعدی که همین آقای مگوایر یه کاری کرد که توی این لیست بیاد، آقای دخیاس که سوتیای خیلی بدی داد توی منچستر یونایتد و الان هیچ تیمی حاضر نیست حتی به صورت رایگان اینو جذبش کنه و به خاطر مگوایر بود که دخیا انقدر بازیش بد شد و توی لیست نوب‌ترین بازیکن شد. تا ویدیو بعدی خدافظ. یه بازیکن نوب نام ببرید. لایک و ساب و کامنت فراموش نشه.